Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh barodaron, apay xwaron va dastgiri шумо мисли гап ин бародари мо даҳанде ба хӯрак 4 моҳ хоб будам. Ман як ба ёдами шумо 120,000 пул ҷамъ шуд. ҳазор раҳмати калон, худованд аз шумо розӣ бошад бародарон, апай хwaron ва акай бобоҷон, ҳазор раҳмати калон ба ҳамин кӯмаки дастгирӣ кардагишон. Худованд нигаҳбон бошад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон чӯканӣ бошӣ ман мақсад. Миннатдорӣ худованд ба акай бобоҷон, ба тамоми бародарҳое ки занг задам ва аз аҳвол пурсидам. Миннатдорӣ худованд ба ҳама яке онҳо мерасонам. Аллоҳи меҳрибон аз ҳамаи онҳо розӣ бошад. خداوند خیر کنه شما را در جای خوب بکنه. السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، سلام علیکم و رحمت الله. روز سعید جمعه بر هر یک ادمی شما مبارک باشه. سلامت باشید دوستان. چرا که دیده ویدیو را خداوند نگهبان تو باشه. رحمت کنه پدر مادر هر یک ادم تکی چقدر دستگیری ها میکنه. میندارم از هر یک ادم شما به خدا. هر یک خرسندی که هر یک معیوب محتاج میکنه انشالله در نامه اعمال هر یک ادمی ما و شما نوشته میشه. با هم خود دوستان همه وقت در کارهای خیر حرکت کنه که چی میگن پیش دست باشه، همه وقت حرکت کنه که پیشرفت باشه و انشالله از کارهای خیر هیچگاه نترسه. برای که پروردگار خودش میگه که یک دادی من صد شما رو برمیگردونی، وعده خداونده. و هم خود دوستان یک شخصیت را نشان میدیم که همه وقت در بر من اولش خداونده، در بر من هسته. چقدر میبینید در کارهای خیر هستن. متاسفانه از روی بعضی نوجوان مردو باشه یا که به گناه هیچ کس نمیگیریم، بعضی از روی قانون های نوی یوتیوب باشه. این برادره که میبینی شیرالی هسته. الحمدلله همه وقت در کارهای خیر در ویدیو ها هستم. قطعی ما در کانال خچنبال تاچ تاکسی که برادر چی داره، پارکوفکا داره. پارکوفکا چی میگن؟ تاکسی پارک داره کارچی. ام خیلی داره دوستان عزیز. مقصد یاندکس پندش چون جونیس جای بسیار میکنه که شده سوم بیا. خلاصه از اینکه ایش مهم نیست، مهم همین که کانال داشت متاسفانه کانالش محکم کردن. نمیدونم چند هزار پات چی داشت، 10,000 بود. 10,000. خلاصه از این دوستی عزیز یک بود 10 بود 20 بود 1000 بود. حتی مقصد از اینکه کمک میکرد. دوستان گفتیم گپو قشلاق شف نکنیم، شفتالو بگیم. من سیلکه همین کانال نوش برادر که شویدیم در تامی میمونم. خواهش میکنم بدروی پادپیسا کنی، دستگیریش کنی انشاءالله. من از حسابی خودم انشاءالله به همین برادر 5 قرآن برای پادپیسچکار، برای برادرایی که دمی ابونه میشن تحفه میکنم. خواهش میکنم در کدمایی که قرآن ضرور هسته در همین کانال همین ابونه میشه میبیا انشاءالله. نه به خاطری که ابونه میشه، به خاطر دستگیری ای برادر میبیا انشاءالله. قرآن را لیست از دست من خودم میگیره انشاءالله. از کارخانه ما، از کارخانه صلاح جامعه. با هم خاطر وقتی اومدی قرآن دیدنیم انشاءالله میبینیم که ابونه شده یا نه. با هم خاطر سخن میتونیم کمک صحبت کنه. بعد ویدیو را چی میگن تمام. سلام علیکم برادران، ان شاء الله حالت خوبه. خیلی چقدر که بوجون کانال اپلود کردم. الحمدلله مقصد که ان شاء الله کانال میشه. با 600 کار خیر بود برای ویدیو، برای تاکسی بود، برای آواری بود. مقصد که ما پادکولچات میکنیم، یاندکس تاکسی در شهر مسکو، پیتر سامار یکیترینبورگ تاکسی پارک داریم. مقصد هم برای تاکسی بود، هم دیگه برای کار خیر. خیلی متاسفانه دلیل چیز ان شاء الله با خیره باور دارم که بخیر دستگیری میکنه. ان شاء الله که همش خوب میشه. سلام علیکم، هزار رحمت برای دستگیریتون. خدا همتون نگهبان باشه. نباشه. آمین. الحمدلله نه از چند هزاری که جمع شد برای برادر خیاض گوزتن خودشون. یعنی ما برای چی میخوایم که می 100 هم 50 هم بسیار میخوام که اگه مادرها رو ما بسیار اچاد نمیسپاریم. اگر سومی مایده باشه که تو کمی نیپراوی نفهمن یک بار مجبور میشن خچون نشان میتین این بار ما مجبور کردشون میتونیم خیلی حد امکانم میرسونیم که دوستان همین قدر سوم جمع شید. خیلی برادر در بالنسبت بود، خیلی چقدر ما حرکت کردیم، کمکش کردیم. خداوند باز میگم خیلی هر یک قبول کنم. خوب دوستان عزیز، باقی در امان خدا باشه، دعاگو باشه، پروردگار نگهبانی هر یک ادمی شما باشه که همه وقت در بر ما هسته و خدا میندارم. خداحافظ. زنده باشه برادر، الله نگهبان باشه. سلامت باشه. به خدا دوست می‌دارم. ندیدم شما مقصد الحمدلله هزار هستی. چقدر از پس اکران نگاه مینه. یا چی میگن پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم مقصد از کارهای خوبش، از کارهای خیرش، از کارهای نیکی که وحی از جانب پروردگار نازل میشه به بنده های مقصد پرگناه میرسوند، مردم اسلام میشنن به سبب همین چیزا.
از وی میندار نشدن. بعضی بدبختوی هستن متاسفانه که از پروردگار خودمون نعوذ بالله راضی نمیشن. با از من و از اکه شروی یا دیگرش ما پروای مردمی که در خفای ما گام میزنن صحبت میکنن در مسائل پستی بلندی ما خفه نمیشیم، برای که اینها بودن و تا روز قیامت میمونن. با اون خداوند یکم درجه پروردگار هدایت چون کنه و اگر سزاوار هدایت نباشه پروردگار خور ذلیلش کنه نابود کنه که از سبب این خیلی کارهای بد چون دل نیت غیر چون چقدر مردمی بیگناه مقصد چی میشن باز پر از گناه و مقصد آزار میوان. با اون خداوند هدایت چون کنه. خداوند دشمنای ملت خار